یک سوال جنجالی. سلام به روی ماهتون، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز اومدیم با یک ویدئوی فوق‌العاده جذاب و به جرئت میتونم بهتون بگم که این ویدئو میتونه فوق‌العاده ترین ویدئویی باشه که شما دیدید. یعنی دیگه بالاتر و قشنگتر از این ویدئو ما نداریم. سوالاتی اینجا قرار مطرح شه که به جرئت میتونم بهتون بگم سوال همه شما، همه کسایی که دارین این ویدئو رو میبینین هست. در کنار دوست عزیزم هستیم افسانه جون. امیدوارم که حال دلت خوب باشه. مهمون ویژه‌مون رو دارم بهتون معرفی میکنم، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. سلام به روی ماهتون، خیلی خوشحالم که امروز در کنار ستیشان عزیزم هستیم. امروز یک فال بسیار پر انرژی در کنار شما عزیزان داریم. به تک تک سوالهای احساسیتون قراره با 2 تا فال بسیار پر جزئیات قهوه و تاروت بهتون پاسخ بدیم. ادامه فال رو با ستیشان در خدمتتون هستیم. قربونت برم عزیزم، خیلی خوشحالم. خیلی واقعا میتونه یکی از جذاب ترین ویدیوهایی باشه که شما میتونید ببینید. 100%. قربونت برم عزیزم. امروز قراره 21 سوال روتین رایج شما عزیزان رو ما امروز بررسی بکنیم که اکثر شماها میتونم به جرئت بهتون بگم توی این تجربه 10 سالی که ما داریم فعالیت میکنیم توی این زمینه، در واقع خیلی سوالای پرتکراری بوده که ما جمع آوری کردیم از مشتری، حالا به روتین میومدن میپرسیدن و اینها، و سعی کردیم که مهمترین هاشون رو امروز توی این ویدیو بررسی بکنیم. خب خیلی سعی میکنیم که کم حرفی بکنیم، زیاد پرحرفی نکنیم. انشالله با امید خدا بتونه یه فال فوق‌العاده‌ای باشه براتون. حتما براتون در واقع آیدی اینستاگرام دوست عزیزم، همکار عزیزم رو میذارم اینجا. قربونت برم، فدات بشم. شروع بکنیم انشالله که یه فال خیلی خوب و عالی باشه براتون. 21 سوال جنجالی. خب در کنار در واقع 2 تا کار فوق العاده قوی هستیم، داریم براتون انجام وظیفه میکنیم. کار تاروت و همونطور که افسانه جون گفتن کار قهوه که ترکیبشون رو میخوایم خدمتتون عرض بکنیم و یک فال فوق العاده داشته باشیم. میخوام که خیلی ساکت و آروم توی محیطی سعی کنید که انرژی خودتون رو حفظ بکنید، انرژی مثبت وارد بکنید و میخوام که حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو فعال کنید تا در واقع بتونید ویدیوهای بیشتر ما رو ببینید و در کنار ما باشید. خب بریم که شروع بکنیم. من دارم کار تاروت رو انجام میدم، افسانه جون کار قهوه رو شروع میکنن براتون و دونه دونه سوالات رو مطرح میکنیم. تا آخر این ویدیو همراه ما باشید که این ویدیو رو اصلا از دست ندید. یعنی واقعا میتونم بهتون بگم خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. سوال اول رو بریم در کنار همدیگه داشته باشیم. شما آماده هستی؟ 100%. قربون شما، سلامت باشید. خب ستیشان من شروع کنم یا شما شروع میکنید؟ چون مهمونه ها هستی به نظرم شما این دفعه شروع کن. نظرت چیه؟ شما یه شده دفعه بعد شما مهمون عزیز دلی، قربونت برم. که بسیار رایج بوده بین مشتریای عزیز ما که برای عزیزانی که رابطهشون کات شده و سردی توی رابطهشون هست، سوال اول آیا پارتنرم بازگشت داره به این رابطه یا خیر؟ حتما نیت کن. یعنی اصلا میخوام از ته دلت نیت کنی، انرژی خودتو با من همسو کن، با ما همسو کن. میخوام که کامل حواست اینجا باشه. خب بریم ببینیم شریک احساسیتون بازگشت داره یا خیر. ببینید چیزی که داره به من نشون میده توی تاروت شما، ببینید شریک احساسیتون واقعا بهتون علاقه‌مند هست، بهتون فکر میکنه. حتی زمانی که با هم دیگه بودید توی ذهنش و توی فکرش به خیلی از مسائل احساسی با شما فکر میکرده. الان توی یه دوره بلا تکلیفی هست که برگرده یا برنگرده. من دارم میبینم که خیلی مشکلات و درگیری ها، دعواهای خیلی زیادی بینتون اتفاق افتاده، ولی بازگشتش رو 6 وعده آینده داره بهم نشون میده. ممکنه اولش جر و بحث کوتاهی با هم دیگه داشته باشید، ولی در نهایت منجر به بازگشتش خواهد شد. بسیار عالی. قربونه. سوال دوم رو من از افسانه جان بپرسم که خیلی ها پرسیدن که رابطه ما سرد شده. حالا خیلی هستن تو رابطه هن. حالا الزاما اینطور نیستش که رابطه‌ای باشه که کات شده باشه. شاید خیلی از عزیزانی که دارن این ویدیو رو میبینن رو توی رابطه باشن ولی رابطه سرد شده باشه. میخواد بدونیم که گرمتر میشه این رابطه. ستیشان شما تاروت این سوال رو بکش.
شروع بکنیم با تکمیت این سوال شما که با قهوه داریم بررسیش میکنیم. برای این سوالتون چیزی که در مورد اول داره نشون میده شریک احساسی شما خیلی دوست داره که پایبند اصول اخلاقی و رفتاری خودش باشه. آدمیه که لجبازه و دلش میخواد که حرف خودش بشه. به خاطر همین مسئله هم میبینم که شما رو توی رابطه خیلی ناراحت کرده، باعث شده که شما پریشون بشید و تنش‌های زیادی رو توی رابطه داره به من نشون میده. اما چیزی که برای شما بسیار مهم در تکمیت قهوه‌تون دارم میبینم، ایشون کاملا دوستتون داره، با اینکه آدم لجبازیه و در حال حاضر به خاطر این لجبازیش این فاصله بینتون ایجاد شده، اما مطمئن باش تا 4 وعده دیگه خودش اتفاقا با پشیمونی به سمتت برمیگرده. قربونت برم، چه تفسیر زیبایی. یعنی من اصلا دیگه موندم، یعنی من همینجور داشتم این تار و تار نگاه میکردم، در کنارش هم دیدم که اصلا کلا یکیه. واقعا زیبا بود تفسیرتون، باعث افتخار حضور شما اینجا. سوال بعدی رو برای سوال سومی که عزیزان از ما پرسیدن، این که یه سری عزیزان توی رابطه احساسی هستن ولی یه مقداری بلا تکلیفن نسبت به آینده رابطهشون. سه‌تاشون میخوام بدونن که آینده رابطه احساسیشون به چه شکل قراره باشه. یه سوالی بود که من یعنی خیلی جاها بهش برخوردم، تو خیلی از مشتریای عزیزمون این سوالو مطرح میکنن. به یعنی اصلا این کارتو شما نگاه کنید، من دیگه نمیدونم دیگه راجع به این دیگه چی بگم. اصلا کلا به یعنی اصلا کلا کارتایی که برای این نیت انداخته فوق العاده است. چقدر انرژیاتون خوبه. مرسی که دارین ما رو دنبال میکنید. حتما تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. چیزی که داره نشون میده این هستش که میخواد بدون آینده‌تون چی میشه. ببینید خیلی درگیری‌های ذهنی و فکری توی ذهن شما شریک احساسیتون هست، خیلی مشغله‌های ذهنی و فکری دارید، ولی باید بهتون به خاطر این کارت فوق‌العاده زیبا بگم که به خاطر دوست داشتن و عشقی که به هم دیگه دارید میتونم اینو بهتون بگم که رابطه‌ای دارید که آینده خواهد داشت. اگر بالا پایین داره، اگر مشکل داره، اگر هر اتفاق، اصلا ما کاری نداریم که چه اتفاقی افتاده، بدونید که این رابطه به خاطر این دوست داشتن و به خاطر این علاقه‌ای که دو طرفه هستش کاملا آینده دار خواهد بود. حتی اگر الان هم کات شده باشه، من دارم آینده رو میبینم. آینده دارید با هم دیگه، مشکلتون چیه؟ من میبینم واقعا آینده فوق العاده جذابی در کنار هم دیگه داشته باشید. مرسی از تفسیر بسیار زیبای شما. قربونت فدای تو بشم عزیز دلی. سوالی که در ادامه عزیزان از ما میپرسم، آیا یعنی اصلا این سوال دیگه سوال همه هست، آیا تو رابطه هم سنگینی دارم؟ سوال بسیار مهمی برای عزیزان ما هست. قبل از اینکه جواب این تکمیت رو بهتون بگم، ممنون میشم که زیر این پست کد کیهانی 555 رو برای ستایشان عزیز بنویسید تا انرژیتون با انرژی این فال به صورت کامل همسو شدن داشته باشه. نسبت به سنگینی که راجع به رابطه شما داره به من نشون میده، شما خودتون به شخصه آدم‌هایی هستید که میبینم بسیار توی چشم قرار دارید. میشه از اندازه مخصوصا رابطه‌تون توی چشمه و همین چشم‌های مختلفی که آدم‌های زیادی توی رابطه شما ایجاد کردن باعث شده که انگار خیلی همه راجبتون صحبت بکنن. این حالتی ارتباط شما، این حس علاقه‌ای که توی رابطتون هست زبون زده بقیه شده و همین مسئله باعث شده که از 3 وعده پیش میبینم همش توی رابطتون داره مشکل ایجاد میشه. همش به در واقع سوء تفاهم میخورید، نمیتونید با هم سازگاری داشته باشید و اینا به خاطر این هستش که من میبینم خانومی که از سمتش خیلی هشدار نشون داده. این خانم قد تقریبا متوسطی داره، میبینم اندام توپاری داره، توی حروف اسمیش 3 تا حروف اسمی هم به من نشون داده. میبینم حرف الف، نون و حرف میم رو میتونه داشته باشه. حالا یا همه این حروف هست یا یک تا چند تا از این حروف. اصلا توی خانم دارم میبینم روی یک وعده پیش برای ارتباط احساسی شما امکان داره که حتی کار دعایی هم انجام شده باشه، چون من همش مانع و در واقع بستگی در راه ارتباطتون میبینم. سنگینی زیاده، یعنی اصلا با اینکه طالعشون بسیار طالع زیبایی در کنار هم هست، اما همش
مانعی است در این ارتباط. یعنی دقیقا یه دوتا راهو داره نشون میده که این دوتا راه تهش به هم رسیدنه، ولی این وسط به خاطر این سنگینی اینقدر مشکل ما دقیقا اینجا نشون داره میده. یعنی واقعا من بعضی وقتا خیلی تاسف میخورم افسانه جون، واقعا خیلی حیفه. بسیاری از روابطی که امروز من دارم در فالها و در طالعه ها میبینم به خاطر این سنگینی ها همش داره به کات به مشکل ختم میشه، با اینکه هنوز احساساتی در اون رابطه زنده هست. چی بگم والا، یعنی واقعا بعضی وقتا آدم خیلی ناراحت میشه از اینکه چرا واقعا این افراد سعی و تلاش برای این مسئله دارن که بخوان رابطه رو ما که خودمون بیشترین قصدمون اینه که به همه عزیزانی مثل در واقع شماهایی که دارید این ویدیو رو میبینید، عزیزانی که حالا بستگی در طالعشون دارن، مشکلاتی دارن که دوست دارن حل بشه، من و ستایشون کمک میکنیم به شما عزیزان. واقعا تمام تلاشمون این هستش که اول کمک حال شما عزیزان باشیم. یعنی اصلا کلا تمام آموزش هایی که ما دیدیم، تمام در واقع این تجربه کاری که ما داریم، تمام تلاشمون برای این بوده که بتونیم بهترین رو بهتون ارائه بدیم و سعی بکنیم که همیشه حال دلتون رو خوب بکنیم. من شعارم همیشه این هست، همیشه آدم باید تلاش کنه برای شخص مقابل. وقتی آدم، حالا لطف خداوند شامل حال ما شده و تونستیم که این کمک رو در واقع ایجاد بکنیم، اول خدا، دوم ما به عنوان واسطه بتونیم کمکتون بکنیم برای حالا کار شمتراپی. خیلی مسئله مهمی هستش که مخصوصا این سنگینی که داره نشون میده. حتما اگر دوست دارید که کار حالا رفع سنگینی رو انجام بدید، چه حالا برای رفع سنگینی در زندگی شخصی خودتون چه در رابطتون، حتما توی در واقع اینستاگرام ما دایرکت بدید بهمون، یا از طریق شماره تماسایی که اینجا براتون میذارم میتونید به همون پیام بدید تو واتساپ. ما در خدمتتون هستیم، توضیحات کامل خدمتتون میدیم. اگر دوست داشتید برای رفع سنگینی اقدام بکنید، حتی اگر دوست داشتید فال شخصی هم بگیرید، ما در خدمتتون هستیم. خب بریم برای سوال بعدی. انشالله که تا اینجاشو دوست داشته باشید. حتما برام نظراتتون رو کامنت کنید، حتما هم برام بنویسید که دوست دارید که توی ویدئوی بعدی چه سوالهایی بررسی بشه، تا انتها ببینید که اگر سوالی که مد نظرتون نبود توی فالی که امروز داریم میگیریم نبود، حتما برام کامنت بذارید. من حتما همه کامنت ها رو میخونم و توی ویدئوهای بعدی قطعا به سوالهای بعدیتون میپردازیم، ان شاءالله که بتونیم بهتون خیلی کمک خوبی بکنیم، امید خدا. ان شاءالله. نسبت به سوال بعدی که بسیار رایج بوده بین عزیزان، آیا در زندگی شخصی خودمون سنگینی و بستگی داریم یا خیر؟ حالا جدا از روابط احساسی که بسیاری از عزیزان سنگینی توش دارن، زندگی شخصی هم عزیزان می‌خواستن بررسی بشه براشون. بله، خیلی سوال مهمیه. یعنی اصلا کلا جدا از مثلا اینکه تو رابطه آدم سنگینی داره، بریم ببینیم که تو زندگی شخصیتون هم آیا سنگینی دارید یا خیر. انرژی خودتو با انرژی من همسو کن که ببینیم که چه چیزی رو به ما داره نشون میده. ببینید چیزی که بیشتر داره توی فال شما برای زندگی شخصی خودتون نشون میده، اکثرتون من دارم میبینم بیشتر حسود دور و براتون زیاده تا سنگینی داشته باشید. وجود سنگینی هست ولی میزانش به نسبت حسودای اطرافتون کمتره. یعنی من آدمای حسود، آدمایی که دور و براتون زیادن، به ظاهر دوستن ولی در باطن دشمنی میکنن و توی فالتون خیلی بیشتر دارم میبینم تا اینکه بخوام بهتون بگم سنگینی بیش از اندازه داشته. بیشتر تو رابطه، یعنی مثلا چیزی که توی قهوه افسانه جون دارم میبینم مثلا کاملا اصلا قابل بیان نیست انقدر که حجم سنگینی زیاده، ولی توی زندگی شخصیتون اون حجم سنگینی نیست، ولی بیشتر داره بهم نشون میده که توی در واقع زندگی خودتون شاید زندگی خیلی ساده و بیریایی داشته باشید، ولی داره بهم نشون میده که پر از حسود، پر از آدمای حسود اطرافتون هستش. واقعا اصلا برای من خیلی ناراحت کنن از این مواقع. البته که نمیشه جلوی حسودی رو گرفت، واقعا ممکنه هر کسی این کارو انجام بده. بریم برای سوال بعدی. سوال بعدیمون این هستش که خیلی پرسیدن شریک احساسیم غرور خیلی زیادی داره، چی کارش کنم این غروره کم بشه، از بین بره؟ من این آدمو چی کارش کنم این غرور از بین بره؟ بریم با قهوه ببینیم چی کار کنیم این آدم مغرور رو. چه تکنیت پر انرژی هستین. تکنیت قهوه‌ای شما، پارتنرتون آدمیه که میبینم یه سری رازهایی از شما پنهون کرده، یه سری چیزها رو در وجودش دارم میبینم که
مربوط به اتفاقا گذشته خودشه. چیزی که دارم براتون میبینم اتفاقا سوالاتی نسبت به گذشتهش نسبت بهش داشتین، اما انگار که جواب سربالایی داده و بیشتر میبینم این رازهایی که ازتون پنهون کرده باعث میشه که انگار به غرورش فرق بخوره و یه مقداری چیزی که از سمتش دارم میبینم بسیار این غرورش رو نسبت به همه چیز اولویت قرار میده. بعدش اینه که در کنار غرور ماشاءالله زیادی که داره، آدم لجبازی هم هست، پافشاری میکنه رو حرف خودش. خیلی هم دوست داره با شما که در ارتباط هست شما در واقع مطیعش باشی و توی رابطه قدرت رابطه توی دستای خودش باشه. ولی چیزی که دارم میبینم با اینکه اینقدر غرور جلوی چشمانش رو گرفته نسبت به همه چیز، اما باز هم نشونه هایی از دوست داشتن بسیار عمیقی رو از سمتش دارم واسهتون میبینم. یعنی اگر دوست دارید که این غرورش هر چه سریعتر بخواد دفع بشه، بخواد دور بشه، این غرور بیش از اندازه‌ای داره و خود اون آدم هم بتونه این احساس زیادش رو به شما بروز بده، باز هم با انرژی درمانی های بسیار میتونیم در خدمت شما باشیم که با استفاده از کار شارم تراپی انشالله که هم به خودتون هم به شریک احساستون کمک کرده باشید تا بتونید ارتباطی بسیار با عشق رو در کنار هم داشته باشید انشالله. مرسی عزیزم، چقدر زیبا، واقعا باعث افتخاره که دوست گلم رو، همکار عزیزم رو اینجا دعوت کردیم که حداقل بتونیم که قربون شما برم در کنار همدیگه فال خیلی قوی داشته باشیم. خیلی خوشحالم. مرسی که تا اینجا ما رو دنبال کردین. حتما ادامه ویدیو رو هم ببینید که سوالات خیلی جذاب تری پیش روتون هست. خب سوال بعدی ما این هستش که قرار افسانه جون از من بپرسه که با تاروت براتون بگیریم. سوالی که عزیزان از ما پرسیدن اینه که توی رابطه همون زمانی که انقدر به مشکل میخوریم و مخصوصا زمانی که یک مهمونی یا جشنی میریم یه اتفاق بدی برامون میافته، تا 4 نفر آدم ما رو میبینن سریع بینمون دعوا میشه. آیا کسی داره به رابطه ما حسادت میکنه؟ این سوالو بریم با تاروت و پر انرژی ست اشتان بررسی بکنیم. حتما بریم ببینیم چی میافته براتون. بله اصلا نگاه کنین شما، کلا دعوا میشه بینتون خیلی وقتا. یعنی اصلا کلا مهمونی میرین که حال دلتون خوب شه، برعکس میشه، همش دعوا، بحث، درگیری. بله کاملا آدمای حسود همونطور که تو زندگی شخصیتون هم هستش توی در واقع رابطتون هم کاملا به چشم میاد و آدمای حسود دور و برتون خیلی زیادن. من یک خانم و یک آقا رو اطرافتون میبینم خیلی بهتون حسادت میکنن. خانم توی حروف اسمش حرف ز ف ه دال داره و آقا توی حروف اسمش حرف الف نون میم ی ر واو داره. این آقا و این خانم شاید اصلا با هم ارتباطی هم نداشته باشن، ولی من در زندگی و در طالع شما میبینم که آدمایی هستن که به شما حسادت میکنن. بریم برای سوال بعدی که برای قهوه افسانه جون هستش. پرسیدن ازمون که توی زندگی در واقع خودم، زندگی شخصی خودم، آیا حسود دارم؟ میبینم که انقدر ماشاءالله آدم های موفقی هستین که البته ببخشید وسط صحبتتون توی قسمت در واقع سنگینی شخصی هم اگه دقت کنید تو فالشون دیدم واسهشون که خیلی آدمای حسود دور برشون زیاده. 100%. دقیقا به خاطر همین موفقیت های پی در پی هستش که توی زندگی برای خودتون به دست آوردید. انگار میبینم یه سری در واقع اصول اخلاقی، یه سری حد و مرزهایی رو توی زندگی برای خودتون مشخص کردید که حالت رفتاری شما رو خاص‌تر از بقیه کرده. این خاص بودن شما، این که اینقدر سیاست خودتون رو دارید، باعث شده که خیلی توی معرض چشم قرار بگیرید. هم حالا جدا موفقیت هایی بسیار زیبایی که داری که اتفاقا تا 7 وعده دیگه موفقیتی رو توی زندگی داره براتون به من نشون میده که باز هم در پسش حسادت های بسیاری براتون ایجاد میشه. البته که بخوام شخصی رو نام ببرم که خیلی از سمتش واسهتون هشدار نشون داده، باز هم براتون یک خانومی رو داره نشون میده. این دفعه خانم دارم میبینم اتفاقا قد کوتاهی داره ولی هم سن خودتونه، حالا یا 2-3 سال بزرگتر یا 2-3 سال کوچیکتر میتونه باشه. یه خانم چشمان روشنی داره و موهای موجداری میتونه داشته باشه و توی حروف اسمی این خانم حرف شین
حرف واو، ب و ه رو دارم میبینم، یا همین حروفش میتونه باشه یا یک تا چند تا از این حروف. و این خانم رو دارم میبینم که هشداری از سمتش هستش که ممکنه حتی حسادتش رو به شما بروز بده تا 3 بعدگی دیگه. این کار متوجه حسادت این خانم میشید. حالا بخواد کلامی یک حسادتی بهتون داشته باشه، توی رفتارش نشون بده، ولی دست این شخص برای شما رو میشه. اینم از تحقیقات قهوه‌ای شما. مرسی، خیلی پر انرژی بود، خیلی لذت بردم. خب سال بعدی که خیلی عزیزان پرسیدن، ستایشون بی زحمت با تاروت و ایما بررسی بکن که حتما. پارتنرم میبینم اخلاقش خیلی عوض شده، انگار کمتر داره بهم توجه میکنه، ولی همش ته دلم یه حس شکی دارم. آیا داره بهم خیانت میکنه توی رابطه؟ امان از این در واقع آدمایی که داره واقعا. خب میخوام که انرژی تو با من همسو بکنی که ببینیم آیا شریک احساسی بهت خیانت میکنه. چیزی که داره تو تکنیت شما داره به هم نشون میده عزیزای دلم، ببینید من یک مهمانی و یک جشنی رو میبینم. توی مهمانی و جشن ایشون حضور پیدا کرده. توی مهمانی شخصی ازش خیلی خوشش اومده و دوست داره که به سمتش قدمی برداره. فعلا در حال حاضر نمیبینم که خودش آدمی باشه که سمت کسی رفته باشه. انگار اون شخص اومده سمت شریک احساسی شما و خواسته باهاش ارتباطی بگیره به هر نحوی یا به هر شکلی و داره به هم نشون میده که خیلی تلاش کرده. البته که توی تکنیتی که افسانه جون گرفته بودی گفته بودی که غرور داره شریک احساسی، آدم خیلی مغروریه، قبول نکرده و در واقع میتونم بگم که یه جورایی پسش زده اون شخص. اما اون شخص با هر روشی و با هر تکنیکی که بلده داره سعی میکنه که به شریک احساسی شما نزدیک بشه. هنوز اتفاقی نیفتاده. توی حروف اسمی اون شخص الف، سین، ر، دال، میم، ی داره. یکی از اینا یا همشون با هم که داره به هم نشون میده. فعلا ارتباطی شکل نگرفته و من نمیبینم حالا شریک احساسی تو خیلی چشم و گوش بسته باشه، نه، ولی آدمی هم نیستش که خیانت کنه به صورت احساسی. شاید یه تیک و تاکای ریزی داشته باشه، ولی من خیانت به صورت جدی نمیبینم. انگار بیشتر میبینم دارن به سمتش میان. خب این از این سوالمون که بررسی کردیم براتون. میمونه سوالهای خیلی جذاب دیگه که تو قسمت 2 این ویدیو قرار براتون بگیریم. انشالله که پر از انرژی مثبت بوده باشه براتون، پر از اتفاقات خوب باشه براتون. حتما چنل ما رو سابسکرایب بکنید، حتما ویدیوهای ما رو دنبال بکنید. تو اینستاگرام هم کلی ویدیوهای خفن براتون میذاریم. حتما میخوام که در کنار ما باشید تا ادامه این ویدیو رو تو قسمت 2 براتون در کنار افسانه جون بذاریم. صحبتی نداری افسانه جون؟ مشتاق دیدار مجددتون هستم. مطمئن باشید که پارت دوم این فال بسیار پر انرژی تر از این فال میتونه باشه و سوالهای بسیار جنجالیتون در پارت دوم قراره بررسی بشه. یکی از سوالایی که میدونم خیلی ذهنتون رو درگیر کرده اینه که آیا با شخص مقابلتون ازدواج دارید یا نه. اگه میخوای جوابش رو بدونی حتما پارت دوم این فال رو تماشا کن. حتما. نه تنها این سوال، کلی سوال دیگه هم هست. حتما نظر قشنگتو برام کامنت کن، حتما همشون میخونیم. و اینکه میخوام که اگر سوالی داری که دوست داری توی پارت بعدی بررسی بشه، ممنون میشم که برام بنویسی. دوستتون داریم خیلی زیاد. امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه، بهترین ها شاهد قلب و روح و در واقع زندگیتون باشه. انشالله که همیشه به مراد دلتون برسید، همیشه لبخند رو لباتون باشه و آرامش در جریان زندگیتون.